دو تا ازدواج ناموفق داشتم. یکشون که خب اون منو گرفت، خدا به تلافی اونو گرفت و زمان شاه ترورش کشتنش، اعدامش کردن. من خوشبختانه از مرد شانس نداشتم. هر کیم اومد خواستگاریم، یکی برقکار بود، همون شب اول برق گرفتش. شب اول یکی چیز بود، سوپری بودش. بنده خدا اومد چیزی به اصطلاح داشت توضیح میکرد وسایل و اینا رو. یه جا بوده مرگ موش بود، مثل که به جای چیز قرص برنج و مرگ موش بوده، اینا رو ریخته بود تو به اصطلاح یه ظرفی که اشتباهی بعدش رو ریخته تو غذاش خورد و اونم مردش. یه موقعی اومد خواستگاری من، 20 سال میگفتن هیچ اتفاقی برش نه، تا اسم من روش موند تو افتاد تو چاه خفه شد. توجه کردی؟ یه آقایی بودش مثلا میخواست همین شب عروسی هم عقد میخواست بکنه، رفت اون بالا 4 تا لامپ رنگی بکشه، از همونجا برق گرفتش، خوش شد و تو توجه که به همه گفتم آقا دیگه کسی خواستگاری من نیاد، من اینطوریم. باور کنم باور نکنم دیگه حالا به هر حال بشین حالا قضاوت با مردم.